بنا به گفته اعضای خانواده 2 درویش زندانی در شیراز که 75 روز است دست به اعتصاب غذا زدند، بیهوشی‌های مکرر ناشی از اعتصاب غذا باعث شده ادامه زندگی آنها تنها با سرم و با فشار ماموران زندان ممکن باشد. کسری نوری و صالح مرادی از روز اول فروردین ماه دست به اعتصاب غذای خشک زدند. ملاقاتی که امروز ما با کسری نوری فرزند آقای مرادی داشتیم، هم این دو درویش عزیز هنوز تو اعتصاب غذا به سر میبرند و با توجه به وضعیت وخیم بدی که تو روز شنبه داشتن و تحت رژیم درمانی قرار گرفتن، نسبت به امروز وضعیتشون بی مقدار بهتر شده. خواسته کسری نوری و آقای صالح‌الدین مرادی اینه که وکلای دراویش که در بند امنیتی و در زیرزمین در سیاه‌چال به سر میبرند به بند 350 منتقل بشن و تاکنون مسئولین قضایی کشور به خواسته این دو درویش عزیز هیچ پاسخی ندادند. همزمان با تداوم اعتصاب غذای این دو، واکنش‌های بین‌المللی هم به این موضوع نشان داده شده. وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه 8 فروردین ماه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سلامت صالح مرادی و کسری نوری ابراز نگرانی کرد و از حکومت ایران خواست به حقوق اساسی همه شهروندان ایران فارغ از وابستگی‌های مذهبی و قومیشان احترام بگذارد و همه زندانیانی که تنها به دلیل گرایش مذهبیشان در حبس به سر میبرند را فوراً آزاد کند. در ایران هم سایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت نامه مشترک 22 زندانی سیاسی زندان اوین را منتشر کرد که در آن خواستار پایان اعتصاب غذای 2 درویش زندانی شدند. مهدی خزعلی نویسنده منتقد دولت هم در همین زندان بیش از 3 ماه است که در اعتصاب غذاست و پیش از این اخباری از کاهش ضربان قلب او منتشر شده بود. تمام حمایت جامعه بشری، تمام حمایت رسانه‌ها و خواسته زندانیان بند 350 اوین و حتی خواسته تمام دراویش و تمام دوستانی که از این دو درویش عزیز خواستن که به اعتصاب غذاشون پایان بده به گوش این درویش رسانده شده و این دو عزیز هنوز به اون خواسته قلبیشون پایدارند و تا به اینکه به خواستشون جواب مثبتی داده نشه از اعتصاب غذاشون دست بر نمیدارن. شیوه برخورد حکومت ایران با مخالفان سیاسی و منتقدانش، اقلیت‌های قومی و مذهبی و دگراندیشان باعث شده که مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر حکومت ایران را به نقض سازمان یافته حقوق بشر محکوم کنند. حکومت ایران اما با رد این اتهامات مطرح شدن آنها را تحت تأثیر مسائل سیاسی و زیر فشار دولت‌های غربی می‌داند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.